امروز میخوام در مورد مهمون ناخونده‌ای باهاتون صحبت بکنم که خیلی همون باهاش آشناییم. پوست خشک. اگه تو هم این علائمو داری یعنی پوستت خشکه. اولیش سفتی یا کشیدگی صورت، مخصوصا بعد از شستشو. دومیش خطوط ریز و خشک که با یه لبخند یا اخم بیشتر دیده میشن. سومیش خارش‌های آزاردهنده. چهارمیش کدری و عدم درخشندگی طبیعی. پنجمیش پوسته های ریز روی صورت یا بدن. اگر این علائمو داشتی اصلا نگران نباش، چون تو این ویدیو با چند تا روش خونگی ساده میخوایم بریم به جنگ پوست خشک. اولیش ماسک عسل و ماست، یه آبرسان قوی و طبیعی. یه قاشق عسل رو با یه قاشق ماست خوب مخلوط کن تا یک دست بشن. بذار رو پوست تمیز صورتت 15 تا 20 دقیقه بمونه، بعد با آب ولرم بشورش. هفته‌ای 2 بار استفاده کن تا معجزه‌شو ببینی. روش دوم ماسک آووکادو و روغن زیتون. 1/4 آووکادو رو با 10 قاشق چایخوری روغن زیتون خوب مخلوط کن. محلول مغذی و غلیظ رو بذار رو صورتت 20 دقیقه بمونه، بعد با آب ولرم بشورش. پوستت مثل بچه نرم و لطیف میشه. پوست زیبا از آن شماست. اگر این ویدیو واسط مفید بود لایک کن و فالوم کن که هر روز ترفندهای خفن بیشتری واسط بذارم.